آیا در مورد اینکه کدام کشورها مصرف‌ترین اینترنت در سطح دنیا را دارند فکر کرده اید؟ اگر بله، پس بیایید با 5 کشور با ارزان‌ترین اینترنت آشنا شویم. کشور پنجم پاکستان است. کشور پاکستان با وجود مشکلات اقتصادی زیاد توانسته بر مردمش اینترنت ارزان ارائه کند. یکی از ارزان‌ترین اینترنت ها در جنوب آسیا. قیمت پایین، سرعت پایدار و متوسط. حدود 12 سنت برای هر گیگابایت. کشور چهارم سان مارینو است. کشور کوچک ولی دارای زیرساخت‌های قوی. به خاطر وصل بودن به شبکه‌های پیشرفته اروپا، اینترنتش پایدار و خوش قیمت است. 10 سنت برای هر گیگابایت. کشور سوم ایتالیا است. کشور ایتالیا دارای پوشش 95% 5G می باشد. همچنان رقابت زیاد بین شرکت‌ها باعث شده اینترنت سریع با قیمت پایین داشته باشد. 9 سنت برای هر گیگابایت. کشور دوم فیجی است. سرمایه‌گذاری‌های سنگین روی فایبر نوری که اینترنت را حتی در جزیره‌ها هم ارزان ساخت. 9 سنت برای هر گیگابایت. کشوری که در رتبه نخست قرار گرفته، مردمش فقط 2 سنت برای هر گیگابایت پرداخت می‌کنند. رقابت شدید، زیرساخت دیجیتالی بسیار قوی باعث شد ارزان‌ترین اینترنت دنیا را داشته باشد. این کشور اسرائیل است. اگر فقط به خاطر اینترنت ارزان می بود، شما کدام کشور را انتخاب می‌کردید؟